خب در این اواخر حکومت تاجیکستان تمام تلاشش را میکند که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را هم ردیف داعش قرار دهد و حرکت‌های اکستریمیستی و افراط‌گرا. و در این باره در روزنامه و مجله ها هم مقالات زیادی را نشر رساندن و از نام و اصطلاح اعضاهای حزب با دروغ بعضی چیزها را نشر کردند که بعضی اونها رد هم شد از طرف بعضی اعضای حزب. ولی در عموم چی شباهت‌ها و تفاوت‌های بین داعش و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وجود دارد؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. حکومت جمهوری تاجیکستان و عموما همه کسانی که امروز میخواهند با هر شکل نهضت رو با داعش یا با هر گروه دیگری افراطی توأم یا همسو بدانند، تنها استفاده از آن میکنند که در نام حزب ما هم واژه اسلامی هست، یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و اون حزب و حرکت ها اکثرشون هم به هر شکل یک منسوبیت به اسلام دارند. برای مثال خود داعش که برنامه‌اش تأسیس خلافت یا دولت اسلامی از شام در شام، سوریه و بعداً تمام جهان است، یا حزب و حرکت‌های دیگر افراطی. و اونا حساب کتاب کردن، منظورم کسانی که میخوان تلاش میکنن که نهضت رو با این حزب و حرکت‌ها همسو و شریک بدانن، هدفشون این است که خب مادامی که هر دو گروه حزب اسلامی هستند یا حرکت اسلامی هستند، در مبنای ارزش‌های اسلامی تأسیس شدن، پس خیلی آسان است، به راحتی میتوان اینها را با هم یکجا نشان داد و تماشابین، خواننده یا هر انسانی که آگاه نیست به این دام خواهد افتاد. و اونا اصلا خودشون باور دارند و میدانند که چی فرقیتی بین داعش و نهضت اسلامی تاجیکستان یا بین نهضت و دیگر حزب و حرکت ها هست، چون بالاخره با ما زندگی کردن، با ما هموطن هستند، تماسای زیاده بود، کارشناسا هست در اونجا، مثل که تمام جهان میداند. امروز هیچ کس به حرف اینو باورم نکرده است و هدف اونا هم نیست که کارشناسان، دیپلمات‌ها، سیاستمدارها رو متقاعد کنند، چون بالاخره میدونن که به این دروغ هیچ کس باور نخواهد کرد. هدف اونها بالای ذهنی جوانان، بالای ذهنی کسانی که در امور سیاسی چندان وارد نیستند، بالای ذهنی اونا تاثیر رساندن هست و اونا تلاش میکنن از این نوع دروغ ها بیشتر بگن. و من در یک از صحبتام سیاست کلی آنها رو بیشتر به مکتبی سیاسی مکیاولی نزدیکتر است، اما در سیاست تبلیغاتیشون اینا بیشتر به دیدگاه‌های گبلز از متفکری، از اندیشمند و بعداً یکی از ایدئولوژهای زمان گیتلری فاشیستی یا آلمان فاشیستی بود و ایشان به این عقیده باور داشت که شما هر چقدر میتونید در تبلیغات دروغ بگید، اگر مردم 50% دروغ شما را هم باور کرد کافی است. حالا حکومت تاجیکستان که عیناً در سیاست با ماکیاولی و در تبلیغات با اصول فاشیست‌های آلمانی رفته ایستاده است، عیناً هر چقدر که امکان داره دروغ بیشتر تولید میکنند و کافی است برایشون که 30% 40% مردم با نصفی از این دروغ‌های آنها باور کرده باشند. بالاخره در جامعه ها همیشه بودن افرادی که هر چی از طرف حکومت گفته شود اونها باور میکنند. ذهنی بعضی از افراد این طور ساخته شده است که اونها قدرت تحلیلی واقعه رو ندارند و هر چی که تلویزیون گفت به هم باور میکنند. هر چی که گیتلر گفت یک قسم زیادی مردم باور کردند و طرفدار هم داشت گیتلر. هر چیزی که چنگیز خان گفت باور کردند. هر چیزی که یک دیکتاتور بگوید یک گروه از مردم باور میکنند و حالا هر چیزی که حکومت تاجیکستان بگوید 10% 15% مردم باور میکنند و هدف هم متقاعد کردن یا تاثیر رساندن به ذهنی همین گروه ها هست. اما ببینید، برگردیم به اصل سوال شما که چی فرقیتی هست بین داعش و نهضت. خب همه میدونند و داعش هم پنهان نکرده است که هدف اونها تأسیس یک خلافت اسلامی هست. حالا ایده تأسیس خلافت ایده نو نیست. حزب تحریر از سالهای 50 یا 60 شروع کرد به این نظریه و دیگر حزب و حرکت‌های اسلامی هم در
تمام سراسر دنیا هست بودند این گونه حزب و حرکت‌ها که یکی از هدف‌هایشون تأسیس دولت اسلامی، خلافت اسلامی یا به اصطلاح امپراتوری اسلامی به هر نامی که هست. و اصلا حزب و حرکت‌های جهان شمولی تنها خاص اسلام نیست. حالا مگر در روسیه کم هستند نیروهایی که در فکر تأسیس امپراتوری روسیه در اون شکل اولش هستند، یا در بریتانیا هستند افرادی که میخوان امپراتوری بریتانیا رو از نو تأسیس بدهند. در ترکیه میخوان سلطنت یا امپراتوری عثمانی رو از نو تأسیس بدهند. خب همین گونه افراد در جهان اسلام هم وجود دارن که میخواهند خب برگردن به همون اصل خودشون و یک نظریه های اوتوپیستی پیشنهاد میکنن. حالا مسئولیت ما اینجا نیست که این بد است یا خوب است، اینا تحلیلگران باید تحلیل کنن. اما نهضت اسلامی تاجیکستان از اول و تا امروز همچنین یک حرکت، یک تشکل سیاسی ملی به وجود آمده است. درست است که ما زمان جزئی حزب عمومی شوروی بودیم، همونطور که حزب کمونیست هم یک بخشی از حزب کل اتحاد شوروی بود، اما برابر اون که اتحاد شوروی پاش خورد، بخش تاجیکی هر دو این حزب احزاب مستقل وطنی رو تشکیل دادند و تا به امروز هیچ نفر نه در برنامه حزب نه در صحبت‌های رهبران حزب جایی رو ندیدند که درباره تأسیس یک خلافت اسلامی یا امپراتوری اسلامی صحبت رود. اصلا ما در مسئله استقلالیت ملی، داشتن یک دولت ملی، نه تنها از دیگران بیشتر صحبت کرده ایم، بلکه این جزئی از برنامه و ارزش‌ها و باورهای ماست. و این فرقیت اساسی بین ما و دیگر حزب و حرکت‌ها همین است. حتی ما برای مثال در تاجیکستان امروز کم نیستند حزب و حرکت‌ها و افراد غیر مذهبی یا به اصطلاح دنیوی که باز هم می‌خواهند تاجیکستان به شکل جزء یک دولت قوی‌تر و بزرگتر دیگر باشد. برای مثال می‌خواهند شوروی رو برقرار کنند. مگر کم هستند در ما کسانی که در آرزوی برقرار کردن شوروی هستند؟ اصلا خود همین کسانی که امروز در سر قدرت هستند با شعار برقرار کردن شوروی سر قدرت آمدند. یادشون نرفته باشد عکسایشون رو ببینن، نوارهای 20-25 سال پیش رو ببینن. اینا بودن که ضد استقلالیت مبارزه می‌بردند. اینا بودن که استقلال خواهان رو سرکوب کردند، خائن گفتند. منظور از خیانت و خائنی یعنی به شوروی خیانت کرده است شما. وطن اونها شوروی بود. اما این نیروهای آزادیخواه، چه نهضت اسلامی تاجیکستان، چه حزب دموکرات، چه رستاخیز و دیگر حرکت‌های مردمی، هدفشون تأسیس یک دولت ملی بود، رسیدن به استقلالیت واقعی بود. و این از فرق اساسی نهضت اسلامی تاجیکستان از دیگر حزب و حرکت‌هایی که اونا تفکری فراملی و فرادولتی دارن، گلوبالی فکر میکنن. و اصطلاح همون اینترنشنالیسم سوسیالیستی یا کمونیستی که در زمان شوروی بود، اونا جایش رو به اینترنشنالیسم اسلامی عوض کردن. اصلا فرق زیادی هم ندارن. ولی نهضت اسلامی تاجیکستان یک حرکت یا حزبی صرف ملی هست که در مبنای ارزش‌های ملی، اسلامی و بین‌المللی تأسیس یافته است و فرق اساسی هم همین است. استاد درباره خلافت گفتیم. در اصل نگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و شخص شما نسبت به خلافتی که امروز از طرف داعش مطرح شده است، یا در عموم نسبت به خلافت چه نگاه دارید؟ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جایگاه خلافت را چگونه می‌بیند و چه مناسبتی با این واژه و با این مفهوم دارد؟ ببینید، ما قبلا در جواب سوال شما موقع حزب درباره دولت ملی یا خلافت یا یک دولت فراملی علاقه گفتیم. اما بحث خود خلافت از لحاظ نظریه یک بحث کاملا جدا است، غیر سیاسی است. این بیشتر بحث اعتقادی هست، چون بعضی از افراد در جهان اسلام به خلافت همچون یک ارزش دینی اعتقاد دارند و اون رو حتی جزء اعتقادات میدونن. برای مثال حزب تحریر که اونها اصلا اسلام رو بدون خلافت تصور نمیکنند و کسی هم که علیه تأسیس خلافت صحبت کند این رو ایمانشون رو، عقیدهشون رو کاسته میدونند. اما نه، یک گروه دیگر و اکثری مسلمانان به این نظرند که خلافت یکی از ساختار دولت است. مسئله اعتقادی نیست، مسئله صرف تشکیلاتی و ساختاری هست. خب در اصلا خود خلافت بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه با وجود آمد و خود خلیفه هم
اصل کلمه اینه پس. خلیفه کسی رو میگن خلیفه رسول الله بود، یعنی حاکمیت رو پس از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گرفت. برای هم میگن سلف و خلف. خلف کسی که بعد از نفر قبلی می آید، یعنی خلیفه رسول الله کسی که پس از رسول اکرم آمد و اون خلفای راشدین هم به همین خاطر اسمشون به اونها این لقب داده شد یا خلیفه‌ای که بعداً بودن. ولی در تاریخ اسلام تنها خلافت یا خلیفه نبودن. ما داریم ساختارهای امارت، امیر یا مثلا لقب امیرالمومنین هم به خودی همین خلیفه داده میشد و در برابر خلیفه، یعنی امیر به کسی میگن که صاحب امارت است نه صاحب خلافت، یا رهبر امارت است نه خلافت. و خود این واژه های دولت، خلافت، امارت و حتی جمهوری هم که یک واژه هست، واژه سیاسی و این یک اینستیتوت است، اینستیتوت دولت داره که بعد از انقلاب فرانسه با وجود شکل گرفت. اگرچه خود ایده جمهوری یا رسپوبلیک در زمان یونان قدیم هم بود و در این باره ادبیات زیاد میگن. ما نگاه من به مسئله خلافت مسئله اعتقادی نیست، یعنی من رو جز اعتقادات نمیدونم که حالا اگر کسی علیه خلافت صحبت کرد یا برای تأسیس یک خلافت تلاش نکرد در ایمان و عقیدهش نقص وجود داشته باشد. البته من میدونم که این حرفان به بسیاری خوش نمیآید و بسیاری بعداً شروع میکنن به چسباندن همه گونه تمغه و به اصطلاح برچسب‌ها که خب فلانی اینجوری هست و اصلا اسلامی نیست و مسلمان نیست و دموکرات است و لیبرال است و ملتگرا است و غیره ها کذا. ولی بالاخره باید این بحثا رو کرد و باید گفت در جای در زمانه، چون نشود که یک گروه فضای اطلاعاتی را جهان اسلام را با این اوتوپیا ها مشغول بدارن، ضبط کنن و هیچ کسی با اونها جواب فکری اعتقادی نکنن و همه بترسن که خب اگر من این حرف رو الان بگم یک هجوم بالای هم صورت خواهد گرفت و بهترش که من خاموش باشم. نه، باید بعضی حرفا رو بالاخره گفت و اسلام رو، مسلمانان رو از این تهمت ها باید رهاند. مردم بالاخره بدونن که کدام مسئله اعتقادی است و کدام مسئله صرف سیاسی است. از دیدگاه من مسئله دولت و تأسیس دادن ساخت دولتداری و همه اینها مسئله سیاسی است، حقوقی است. اگر لازم باشد برای مثال حالا که واقعیت این است که باید ساختارهای دولتی در نظام جمهوری باشند و اونم یک طرز دولتداری، دموکراسی یا مردم سالاری یا به هر اصطلاحی که شما نام میگیرید، مهم این که حرف مردم اول باشد، خواسته مردم عملی شود. خب نامش رو بگذارید دموکراسی، مردم سالاری یا هر چی نام بگذارید. اصلا حالا مردم چرا دنبال نام ها میرن؟ ما حزب نهضت اسلامی هستیم، میگن که شما پس دولت اسلامی میسازید. گویا که حالا گویا که حزب خلقی دموکراتی هست، گویا که این دولت خلقی و دموکراتی میساخته باشد. اصلا کجا این دولتی که حالا حزب خلقی دموکراتی رهبری میکند خلقی است و کجاست دموکراتی است؟ کاملا علیه ارزش‌های خلقی و مردمی و دموکراسی است. پس بیاید دنبال نام‌ها کمتر بگردیم، بلکه به محتوا و عمق مسئله نگاه کنیم. با گفت مولانا پوست را نزد سگان پرتاید و اون اصل را شما محور قرار بدید. خب بفرمایید سوال خود را. سوالی بعدی ما با همین ربط داشت. اتفاقاً در این اواخر حکومتداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را متهم می‌کنند که می‌خواهد در تاجیکستان یک دولت دینی بسازد، حکومت اسلامی برپا کند و چگونه که آنها یک معیاری را برای خود قرار دادند و اقتباس می‌برند و در ادامه خودشون میگن که ساختن دولت اسلامی یعنی که برگشتن به قرن‌های میانه و عصر میانه. در واقع چگونه دولت رو می‌خواهد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آینده بسازد اگر یک برنامه از او پرسیده مثلا این درخواست شود که برنامه برای دولت‌های آینده پیشنهاد کنید؟ ببینید، اصلا من اعتقاد دارم که امروز و در آینده هم نه هیچ سیاستمدار و نه هیچ حزب و تشکل سیاسی نباید برنامه اصلی خود را و اون چیزی که در عمق دل و اندیشه‌اش هست از مردم پنهان بدارد. اگر کسی فکر کند که
حالا نهضت اسلامی تاجیکستان یک برنامه اصلی داخلی پنهانی دارد برای که بعد که سری قدرت آمد در جامعه نفوذ پیدا کرد اون رو عملی خواهد کرد. حالا برای جامعه، برای مردم، برای جامعه بین المللی یک آیین‌نامه و برنامه دیگر رو معرفی کرده ایستاده است، ولی اصل برنامه‌اش دیگر است. شاید بعضیا برای فکر باشن و بعضی‌ها عمدن هم این مسئله رو دامن میزنن، میگن که شما دنبال این حرفای زیبا و صحبت‌های رهبریت نهضت و آیین‌نامه اینا نروید. شما یادتون نرود که این حزب اسلامی هست. اگر سری قدرت آمد حتما اون برنامه پنهانیش را عملی خواهد کرد. من نظرم این است که باید با مردم صادق بود. حالا جدا از اون که دیگران درباره ما چی میگن، باید خودمون پیش از آن با خدا صادق باشیم، با مردم صادق باشیم و ما نباید با کسی در این مسئله تعارف داشته باشیم. نهضت اسلامی تاجیکستان حالا چی بخواهد چی نخواهد، هیچ نیروی دیگر، نه نهضت، نه حزب کمونیست، نه کسی دیگر نمیتواند از چارچوب معیارهای قبول شده کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و عرف امروزه بین المللی دولتداری بیرون برود. و امروز جهان به سمت داشتن یک جامعه باز، دولت مردمی، مردم نهاد و که در اون حقوق بشر رعایت می شود، آزادی‌ها تأمین می شود، در اون قانون رعایت می شود، قانون اساسی و دیگر قوانین. و از همه مهمش این دولت ایدئولوژی نباشد. مثلا هیچ کس نآید ایدئولوژی خودش را، تفکر خودش را توسط آن که قدرت دارد با استفاده از نیازهای دولتی و قدرت بالای مردم تحمیل کند. چی من باشم که یک نماینده حزب اسلامی هستم، چی حزب کمونیست، چی سکولار، چی مذهبی، فرق نمی‌کند. یعنی نهضت اسلامی تاجیکستان نگاهش این است که دولت یک دولت ملی باشد. کدام حزبی که پیروز در انتخابات حکومت را طبق قانون اساسی، طبق خواست مردم و عرف سیاسی مردم باید که حکومت داری کند، در انتخابات که مغلوب شد حکومت را بسپارد به حزب پیروز، اگرچه مخالف عقیدتی و مخالف سیاسی او باشد. و اون حزب پیروز هم اگرچه مخالف من هم باشد، وقتی سری قدرت آمد به این معنی نیست که او پیروز شد به او همه چیز اجازه داده می شود، همه چیز رو طبق خواسته کند. نه، اونجا قانون است، باز نقش اپوزیسیون، جایگاه اپوزیسیون، جایگاه احزاب دیگر معین است. شما ببینید در کشورهای پیشرفته، چه در شرق چه در غرب، وقتی یک حزب در انتخابات پیروز شد معنی ندارد که همه چیز رو صاحب شد، یا برعکس هر حزب یا گروهی که در انتخابات مغلوب شد معنی ندارد که همه چیز رو از دست داد، او باید حتما زندانی شود یا پراکنده شود. اما متأسفانه در جامعه ما، در جامعه شرقی، بخصوص منظورم از شرقی همه شرق نیست، شرقی پسا شوروی، که ما بدترین عادت‌های هم شرقی رو گرفتیم هم غربی رو در خود. و حالا یک فضای شده است که طرف پیروز صاحب همه چی می شود، طرف مغلوب همه چی رو از دست می دهد. یعنی منظورم حالا از این بحث چی است که نهضت اسلامی تاجیکستان دنبال تأسیس یا ساختن یک جامعه ایدئولوژیک نیست و اصلا جانبدار این هم نیست. من در یک صحبت‌های خودم فکر کنم در مصاحبه با BBC فارسی بود گفته بودم که چند سال پیش که از نگاه من هیچ کس حق ندارد بالای مردم از نام خدا حاکمیت کند. بعدن چه بحث‌های در جامعه از اون جمله در داخل حزب با وجود آمد، از طرف بسیار دوستانم سوال‌ها و ایرادهای وارد شد که خب شما پس اون آیه کریمه چی می شود که وقتی خداوند میگه که اگر کسی با اون نازل کرده خدا حکم نکند پس او ظالم است و کافر است و دیگر است، این معنی اون ندارد که حالا ما واژه حکم رو نآمدیم در اینجا تفسیر کنیم که مراد از حکم در قرآن چی هست، آیا هم حاکمیت است یا وسیع‌تر از این هست. از نگاه من اون واژه مفهومی که در قرآن کریم آمده است صرف به معنی حاکمیت نیست و خدا نگفته شما بیاد از نوع من بالای مردم حاکمیت کنید. خداوند اینجا منظورش داوری هست، شما بین مردم از روی نازل کرده خداوند داوری کنید. خداوند چی را نازل کرد؟ عدالت را، عدل را. و هر کسی از روی عدالت اگر داوری نکرد، حکم نکرد، پس او واقعا همون فرموده قرآن کریم است که کافر است و ظالم است و دیگر است. خب داور میتواند عادل باشد یا نباشد، چه مسلمان است چه غیر مسلمان. عدالت همش در اسلام تمام نشده است، عدالت در غیر
اسلام هم در بین غیر مسلمانان وجود دارد و شاید بعضا گاهی میشود که بیشتر و خوبتر از جامعه که در اون مسلمانان اکثریت هستند. حالا ما تقریبا شاهدی همون حالت هستیم. حالا شما در هیچ جای عالم اسلام در اونجا که مسلمان اکثریت هست با اون حد عدالت و آزادی رو نمیبینید که در جامعه‌های غیر مسلمانی هست، در صورتی که بودن زمانهایی که مردم به سمت جامعه اسلامی میرفتند در قرون وسطا در جستجوی عدالت فرار میکردن از ظلم. در اروپا مثلا یک گوشه اروپا مسلمانی بود، اندلس، در یک گوشه اسپانیا امروزه دولت اسلامی وجود داشت. یهودیان، مسیحیان و هر کسی که از ظلم و فشار کلیسا و حاکمان ظالم اروپایی نجات یافتن میخواستند فرار میکردن یا به خاور میانه، به دمشق، به بغداد، به اون طرف یا به اندلس میرفتند، در اونجا پناهگاه میافتند و چون عدالت در اون زمان بیشتر در اون قسمت دنیا بود. حالا که عدالت بیشتر در اینجا هست مردم باز به این طرف حرکت میکنن و غلط است که بعضیا میگن که تنها به خاطر اقتصادیات مردم میان. بله این هم هست، ولی بسیاری از مردمی که در اون کشورهای خود اقتصادشون بد نبود مثل ما و شما که بالاخره داشتیم یک زندگی، اینجا فقط به خاطر عدالت و آزادیش اومدیم که متاسفانه در کشورهای ما نیست.